بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. به خداوند و روز جزا عقیده دارند، مردم را به آنچه خوب است امر می کنند و از آنچه بد است منع می نمایند و در انجام اعمال ستوده از همگان پیش دستی می کنند و ایشان از زمره صالحانند. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هر خیری که انجام دهند به آنان ناسپاسی نمی شود و خداوند به حال پرهیزگاران آگاه است. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بیگمان کافران نی داراییشان و نی هم اولادشان آنها را از هیچ چیزی از عذاب خدا بی‌نیاز ساخته می تواند و ایشان اهل دوزخند، در آن همیشه به سر می برند. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال آنچه ایشان در زندگی این جهان خرج می کنند همانند بادی است که در آن سرمای سخت است و ناگاه به کشتزار کسانی رسد که به خویشتن ستم روا داشته اند، پس آن را نابود کرد و خداوند بر ایشان ستم نکرده است بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم کرده اند.